الو السلام شجان خیلی سازه نازن شجان من شما را دوست ندارم. شهباز که هر روز با مادرش اظهار محبت میکند در حضور مردم در دایره یک چوربینی باری دیگر به او زنگ زده و محبت خود را بیان داشت. مادرم گفت که سلامت باشی پسرم، برای خوب هدایت میکنم تو را. اما خیلی گپ گفت که شما را هم دوست می‌دارد. بله او هم گفت که با شما را دوست می‌دارم. من هر سحر از با درس رفتنم با مادرم هم صحبت میشم و از حال او با خبر میشم و او را میگویم که من شما را دوست می‌دارم. سلام مادر، من تو را دوست می‌دارم. با راه اندازی چوربینی تحت این عنوان اختیاریان کمیته کار با جوانان ورزش و سیاحی سه روز باز در خیابان‌های دوشنبه با پیشنهاد تلفنی رایگان از ساکنان دعوت می‌کنند به مادران خود زنگ بزنند و بگویند که چقدر آنها را دوست می‌دارند. من تو را دوست می‌دارم. اختیاریان میگویند شاهدی چندین صحنه‌های شدند که اولین بار فرزندان به مادران خود اظهار محبت می‌کردند. بود حالت‌هایی که در وقتی گفتن مادر من تو را دوست می‌دارم اونا اشک ریختن. بود حالتی که شادی کردن، بود حالتی که غم خوردن. مثال یک نفر که هم صحبت شدم در وقتی گفتن با مادرش قریب بوده است و در وقتی همین که گفت اوچجا من شما رو خیلی بسیار دوست می‌دارم هم خیلی اشک ریخت که بنیاد یک تأثیر بخش بود. برای اظهار محبت به مادر نباید یک روز خاص و یا جشن را انتظار شد. این است پیام این اقدام اختیاریان جوان. البته هر یک کدام ما خوب میدونیم که روز 8 مارس روز زنان، روز مادران، روز بانوان است. ولی هدف اساسی ما این نیست که تنها مادر را در یک روز احترام کرد و برای پدرکه آورد و یا گفت که مادر جان من شما را دوست می‌دارم. اقدام سلام مادر من تو را دوست می‌دارم در خیابان‌های دوشنبه یک هفته دوام می‌یابد. با برگزاری این چوربینی تشبسکاران جوان همچنین می‌خواهند فرزندان راهدور را به یاد مادران خود اندازند و همین طور مناسبت بین مادر و فرزند را بهتر کنند. زرنگیز نوروزشاه، شادمانی یتیم، دوشنبه.